سلام و درود فراوان. یوسف لایقی مهربانی هستم با آموزش وردپرس قسمت دوم در خدمت شما. خب ما بر اولین کاری که میکنیم باید وارد وردپرسمون بشیم، زمپمون رو فعال میکنیم، استارت رو میزنیم، MySQL دیتابیس و وارد این چیز میشیم. 127.0.0.1 وارد فایل آموزشی وردپرسمون میشیم. منتظر میشیم تا سایت کامل لود بشه. خب این صفحه اصلی سایت ماست. تماما ساده هستش، پیش‌فرض‌هاست و باید اولین کاری که کنیم وارد سایت بشیم. کافیه فقط بنویسیم wp فاصله ادمین. نام کاربریمون رو می نویسیم، رمزمون، خب وارد سایت شدیم. ببین اولین بخشی که شما که دارین بخشی هستش به نام پیشخوان. وردپرس که بازدید سایت نظرات و تازه که برای نوشتنه. این هم که در مورد وردپرس مستندات و غیره. بخش اول وردپرس موقعی که وارد میشیم پیشنویس سریع هست. وضعیت سلامت در یک نگاه میتونیم با درک کردن اینا رو به سمت دیگه ای بکشیم. نگارش که ما استفاده میکنیم 6.2 در حال حاضر. حالا به مرور زمان با آپدیت وردپرس این ویدیوها آپدیت میشن. خب این میتونیم لغو بزنیم. ساده پیشخوان وردپرس برای شروع کاملا ساده هستش، به همین سادگی. به روزرسانی ها هست ما که شما وردپرس رو نصب کنن قدیمی باشه، لازم باشه که برین سایتتون رو بروزرسانی کنین که من آخرین بروزرسانی برای 29 اکتبر رو دارم ساعت 12:34 الان به وقت ایران. میتونیم دوباره وردپرس رو نصب کنیم. میتونیم اینو حالا بعداً بزنیم. افزونه ای هم نداریم. بخش نوشته ها داره. نوشته ها میتونیم تمام نوشته هامون، دسته‌بندی و برچسبایی که توی سایت استفاده شده رو ببینیم. رسانه هستش. تمام محتوایی که ما داخل سایتمون آپلود کردیم. برگه های مثل صفحه اصلی، سیاست ها و حریم خصوصی فعلا به صورت پیش‌فرض 2 تا برگه وردپرس داره. میتونیم با افزودن برگه جدید به سایت اضافه کنیم. این ویرایشگر جدید وردپرس با آپدیتی که داره حالت بلوک به بلوکه. زمانی که ما بخوایم اینجا مثلا یه برگه درباره ما درست کنیم، مثلا درباره ما اینجا بخوایم اضافه کنیم، ببینین حالت بلوکه. باید همه رو اینجا پیدا کنیم بزنیم، دقیقاً مثل المنتور یا ووکامرس.
یه ذره شاید برای کسانی که تازه کار باشن یه ذره سخت باشه. بهتره که از این روش استفاده کنیم. ولی برای زمانی که بخوایم سایتمون رو با موبایل به‌روزرسانی کنیم این قابلیت اصلا به درد ما نمیخوره. پس بعد چیکار کنیم؟ باید با استفاده از اه، قسمت مدیریت سنتی سایت بیایم از بلوک استفاده به جای بلوک بیایم از نوشتن وبلاگی استفاده کنیم. بخش دیدگاه هست. تمام نظرات کسانی که اومدن نظر دادن پذیرفتن پاسخ یا جفنگ یا زباله. حالا این فارسیش نوشته جفنگ. نمایش بخش پوسته سایت به صورت پیش‌فرض وردپرس 3 تا پوسته آخریشو قرار میده. نسخه قبلی وردپرس پوسته این شکلی بودن. افسونا شما اگه بخواید ماژولی استفاده کنین در این قسمت استفاده نصب فعالسازی یا میتونین مثلا افزودن افزونه یا به صورت دستی اضافه کنین بارگذاری یا از افزونایی که موجوده. کاربران تمام کاربرایی که توی سایت هست مدیر کل اعضا نویسنده ویرایشگر و فروشنده. حالا اگه بعداً بخواید سایتتون رو فروشگاهی کنین از اینجا میایین افراد رو اضافه میکنین. بخش ابزارها هست. شما میتونید ابزارهای سایت درون ریزی برون ریزی یا اصطلاحاً بلوبری درون بری و برون بری. میتونین تمام اطلاعات سایتتون رو از یه وردپرس به وردپرس دیگه انتقال بدین. حالا بستگی به هاست که داره فعال سازی میتونین از خود وردپرس برداشت کنین، از خود سایت این بلاگر تامیلر، حالا شبکه‌های اجتماعی که داره. سلامت سایت هست و داده‌های شخصیتون رو میتونین بردارین به ارسال به ایمیل کنین. پاکسازی اطلاعات شخصی، ویرایشگر پرونده پوسته. زمانی که شما بخواین در قالبتون یه قسمت از قالب رو ویرایش کنین، حالا پیشنهاد میشه این کارو نکنین ولی لازمه قالبتون رو محتوای عوض کنین و شما دسترسی به هاست ندارین از این قسمت میان انجام بدین. مثلا داخل CSS تمام CSS هایی که داخل سایت هست، بخش استایل، فوتر سایت شما میتونین اینجا ویرایش کنین. ولی معمولا این کار انجام ندین خیلی بهتره. تمام صفحات سایت هم با HTML. میتونین حالا بعضی سایت ها PHP هن. میتونین تمام صفحات رو اینجا ببینین. بخشی هستش ویرایشگر پرونده سایت، قسمت هایی که اونجا میخواین افزونه رو ویرایش کنین، افزونه که نصب شده، ایندکس سایت، PHP شروع شده یا هر چی میتونین این قسمت عوض کنین. تنظیمات اصلی ترین قسمت وردپرسه. چون من نشانه وردپرس رو با 127 باز کردم به این صورته. میتونم اینجا اس بذارم با HTTPS اجرا بشه. وردپرس هست. اگه بخوایم توضیح کوچیکی بذارم، آموزش مقدماتی وردپرس. آیکون میتونید انتخاب کنین. افزودن پرونده از داخل تصاویر. من عکس وردپرس رو انتخاب میکنم. تنظیم آیکون، برش. من این تصاویر رو حالا پاک میکنم از برای همیشه. برش انتخاب الان نمیشه کرد. مثلا لوگو وردپرس برای سایت.
یه لوگو من انتخاب میکنم، مثلا این سیو. این پسوند رو که اجازه استفاده در سایت رو نداریم، باید حتما JPG یا PNG باشه. من اینو پاک کنم، رو سایت نمونه، انتخاب. حالا اینو بعدا درستش میکنیم. معمولا توی نماد سایت روی این بعضی قالب‌ها انجام نمیشه. اینجا میتونین عضویت در سایت رو فعال کنین. اگه سایتتون فروشگاهی هست یا میخواین کسی در سایتتون فعال عضویت بشه، این قسمت رو باید فعال کنین. بخش تاریخ سایت ممکنه برای مثلا من الان ایرانم، بعضی هاستا ایران نیستن و شما مجبورین بیا اینجا عوض کنین. تاریخ سایت، شورش سایت معمولا روی هاستا رو دوشنبه است. شما باید بیاین در این قسمت اینو بزنین رو شنبه. وردپرس هست معمولا. وردپرس اینجا به این صورت بعضی سایت ها میذارن برای SEO. در این حالا توی توضیحات معرفی کوتاه ذخیره میکنن. بخش ارسال یا وصل شدن به ایمیل، شما آدرس شناس ورود ایمیل رو اینجا قرار میدین، درگاه برای ارسال ایمیل. حالا بذار پیش‌فرض نیازی نداره تغییر بدین. خواندن داره، میگه شما تو هر صفحه چند تا بذارین، بیشترین تعداد نوشته در خوراک و یا RSS. برگه آخر نوشته اینجا میتونین حالت پیش‌فرض باشه، میتونین اینا رو معمولا تغییر ندین. دیدگاه میتونین اینجا اگه دیدگاهی میخواین داخل سایت انجام نباشه و فعال سازی نشه، اینجا مثلا یه سری کلمات نامرتبطه غیر فعالش میکنه. برای سایت خبری بسیار اوکی هست و لازمه. رسانه است، اندازه رسانه، پهنای بان، اندازه بنانگشتی. مثلا من میتونم اینجا بذارم 150 رو بذارم 300 در 300. پهنا اینو بذارم 900 در 900. اندازه بزرگم 2048. 248. پیوند یک داست. اینو معمولا برای سئو وردپرس باید بذارین روی استانداردی که میخواین داشته باشین. مثلا اینجا آدرس سایت، اون کدش یا مثلا تاریخی که هست، کد و بایگانی نوشته نمونه به عنوان مثال. نام نوشته باشه بهتره برای سئو. به این صورت میتونین مثلا آدرس اون پستتون رو بذارین یا تاریخ باشه و نوشته نمونه، ولی نوشته نمونه بهتره نام نوشته باشه، چون ممکنه مثلا شما بیاین بعدا اینو تغییرش بدین و سئو سایت به هم بریزه. حریم خصوصی هست، شما میتونید به صورت پیش‌فرض اینو بسازین. یه برگه حریم خصوصی ساختن، تمام شرایط و سیاست و اینا رو داخلش قرار میدین. دیدگاه به چه صورته، مثلا ما اینو میزنیم و اصلا فعال سازی بشه. حریم خصوصی استفاده از این برگه حریم خصوصی ساخته شد. من اگه داخل برگه ها برم
سیاست و حریم خصوصی نمایش. نشانی وبسایت ما، حالا کوکیا، حریم خصوصی به صورت پیش‌فرض برای سایت ما ساخته شد. خب این جمع کردن فهرست میتونید جمع باز کنید، نوشته تازه، دیدگاه ها و اینجا میتونیم از سایت خارج بشیم، ویرایش شناسه است. بعدا با افزونایی که نصب میکنیم میتونیم اینجا کم و زیاد کنیم، تصویر خودمون رو حالا انجام شد با استفاده از افزونه بیایم، چون باید حتما توی این سایت عضو بشیم. زندگی نامتونه برای سئو خیلی تاثیر داره. من مثلا اینجا کاملش میکنم. یوسف لایقی، یوسف لایقی مهربانی، لقبم ادمین. توی سایت چی نمایش داده بشه؟ نمایش عمومی ادمین باشه. ایمیل، کانال یوتیوب ما به نشانی زیر. به روزستانی نشانه رو میزنم. میتونیم اینجا ویرایش کنیم. حالا یه سری افزونا هستن CSS، میشه اینم تغییر. توی جلسات آینده بهتون یاد میدم. کل وردپرس همینه. بازدید از سایت هم میزنم. سایت ما به این صورت، بلکه کاملا ساده نوشتمونه. آموزش مقدماتی وردپرس، تیم، تاریخچه، مشاغل. اینجا چیزی لینک ها رو باید دونه دونه قرار بدیم. بخش اینجا که لینک ها هست توی داخل نمایش، داخل افزونا، ویرایشگر که شما بزنین، بستگی به اون قالبی که دارین ویرایشگر یه سری امکاناته. مثلا راهبردی، شیوه نامه به چه صورت باشه، رنگ بندی ها، برگه ها به چه صورت نمایش داده بشه، کجا باشه، از چه قالبی مثلا استفاده میکنین. مثلا عنوان، همه قالب‌های سایت، مثلا صفحه اصلی سایت. میتونید مثلا قالب‌ها، این بخش سایت همه رو تغییر بدین. چون الان وردپرس خودش داره ویرایشگر اصلیش استفاده میکنه، اینجا میتونین تغییرش بدین. این یه بلوک دلخواه، عنوانش، آدرس، مثلا میتونین تو هر صفحه تغییرش بدین. حالا ما با این زیاد کاری نداریم. اینجا صفحه اصلی سایتمونه. مثلا اینجا من اینو تغییرش میدم. لطفاً کانال ما را در یوتیوب دنبال. خب اینجا بالای سایت آموزش وردپرس، جدیدترین آموزش وردپرس به صورت کاملا رایگان در یوتیوب. اینجا میتونم عوض کنم، مثلا این تصویر رو. یه تصویر مثلا وردپرس، من از این خوشم آمده، تصویر رو دانلود میکنم.
png هم هست. خوب. جایگزینی، بارگذاری. این خیلی راحته، ولی مثلا شما از صفحه سازهای دیگه که هستش امکانات بیشتر دارن، درسته سایت رو سنگین میکنن، میتونید از اونها هم استفاده کنید. درباره ما سادگی، بیشتر آموزش های کانال، پشتیبانی مستمر، پشتیبانی و هر ویدیو با پاسخ دقیق، مشاوره رایگان به کارآموزان کانال. و من یه سری تغییرات رو تو سایت انجام میدم. چون ما کانالمون 100 تایی شد، میذاریم 100 تا مشترک. اینجا هم تغییر میدم. اینجا پستمونه. من اینو ذخیره‌اش میکنم. سایت رو نگاه کنین. من کافیه رفرش کنم. تغییر کرد. سادگی در آموزش کانال. من اینم تغییر بدم. خدمات ماده. خدمات ما طراحی، آموزش و SEO. طراحی، آموزش، SEO و بازاریابی محصولات و برنامه نویسی و غیره. به روز ثانی سایت رو رفرش میکنیم. تغییر کرد. میتونیم سایت شخصی خودمون از همین قالب پیش‌فرض وردپرس درست کنیم. توی جلسه آینده من بیشتر توضیح میدم. نحوه پست‌گذاری در سایت. حالا قالب شاید خیلی مهم نباشه برای سایت. شما میتونید یه قالب آماده دانلود کنید یا خودتون طراحی کنید به همین سادگی. این بخش ویدیو تموم شد. توی جلسه بعد من یاد میدم چجوری مثلا این قسمت رو مثلا انتخاب میخوایم بکنیم از این بخش پیش‌فرضه. خب مثلا منی که قدیمی هستم توی وردپرس، معمولا یه سری امکانات به مرور زمان کم شده. شما این نسخه قدیمی پنل کاربری وردپرس رو نگاه کنین، این نسبتا اینجا بیشتر بود به الان. به مرور زمان ابزارهایی که کاربرد نداشتن حذف شدن. پس بهتره که اونا رو به صورت دستی اضافه کنیم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.